بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، در این سوره مبارکه الحاقه هر دو گروه بهشتی را الله تعالی تذکره کردند و هم بهشتیان تذکره شدند و هم اهل جهنم تذکره شدند. کسانی که عمل نامهشون به دست راست میرسه فریاد میزنند که ها مقرؤ کتابی، بیایید نامه اعمال ما را بخونید که چه چیزهای خوبی در عمل نامه ما نوشته شده است. خوشحالند و مسرورند و به جنتی داخل می شوند که نپرسید از اون بهشت که چقدر زیبایه، چه صداهای زیبا، چه آوازهای زیبا و چه منظره های زیبا، چه خوردنی های زیبا و چه مشروبات زیبا و همه زیبایی ها را آنجا الله تعالی تکمیل کرده است. زیبا آفریده آنطور که خودش خواسته و تمام اسباب عیش انسان را الله در بهشت فراهم کرده است. اما جهنمی ها را الله می فرمایند که اعمال نامه‌شون به دست چپ میرسه، اونها فریاد میزنند که کاش که عمل نامه دست ما نمیرسید، کاش ما از بین میرفتیم میمردیم و اینها را و ما ندانستیم که حساب چیه و حالا گیر کردیم. اینها را با زنجیرهایی که اینجا قرآن میفرماید 70 ذراع هستند، با این زنجیرهای جهنم اینها را میبندند. الله نجات بده. همین انسان ها که انقدر گردن کشی داره و تکبر داره و سرش به آسمان هست، به زنجیرهای جهنم میبندند، توق به گردنشون میدن و اینها را به جهنم میکشند و به جهنم پرت میکنند و میاندازند، به زندان لعنت، به زندان دائمی، به زندان ابدی. و آنجا کسی که یک غوطه در جهنم داده میشه میپرسند بعد از او که تو در دنیا عیش کردی، شیرینی لذت در دنیا؟ میگه نخیر، من هیچ عیش در دنیا ندیدم. تمام شیرینی ها، تمام عیش ها و عیاشی ها، خوشگذرانی ها اونجا تلخ میشه و همه را فراموش میکنه. و اهل بهشت وقتی به بهشت میبرند، یک بار که در بهشت داخل میشه میپرسند که شما هیچ وقت تلخی در دنیا دیدید، مصیبتی دیدید؟ در حالی که تمام زندگیش را به مصیبت ها و مشکلات گذرانیده. میگه نخیر، من هیچ مشکلی ندارم. امروز که بهشت داخل شده و این خوشی ها را میبینه و این اسباب لذت و عیش و راحت را میبینه، دیگه میگه من هیچ مصیبت و پریشانی و فشار در دنیا ندیدم. و افسوس و هزاران افسوس برای بشر که به خاطر همین خوشگذرانی دنیا، راحت دنیا، خدا را نافرمانی میکنه، پشت به احکام خدا میکنه. به خاطر استراحت صبح که چه استراحته، خدا چنان استراحته که در وقت نماز نصیب هیچ کسی از ما نکنه. به خاطر استراحت الله را ناراض میکنه، به خاطر مال خدا را ناراض میکنه، حق مردم میخوره، حقوق الناس ضایع میکنه، زکات نمیده و لہذا الله را ناراض میکنه و خود را گرفتار لعنت میکنه، گرفتار جهنم میکنه. نام خودش را گذاشته مسلمان و هرچی که دلش میخواد انجام بده. این مسلمان نیست سروران گرامی، این هوافرسته و این اتباع نفس و شیطان میکنه. و لہذا مسلمان کسی که بر نفسش پا بگذاره و پایمال بکنه و شیطان ترد بکنه و پروردگار اطاعت کند.
خدا چه فرموده، دستور خدا باید عمل بشه و از حضرت رسول اتباع بشه. و لحاظ عزیزان نرید دنبال نفس، شما را به خدا قسم و همه ما را نرید نریم دنبال شیطان و الله را اطاعت کنیم، فرمان ببریم، نفس را زیر قدم باید بره. این رمضان آمده تا نفس شکست بده. شما امروز فیروز و غالبید و نفس شکست خورده است. نگذارید که بعد از رمضان نفس مجدد بر گردن ما سوار بشه و شیطان ما را مهار کنه. جوانان عزیز، همانطور که در رمضان پایبند مسجد بودید، بعد رمضان هم اینطور باشید. همانطوری که از گناه دوری کردید در رمضان، بعد از رمضان همینطور. امشب شب 27 و به احتمال زیاد شب لیلة القدر، شب نورانی و مبارک است. لذا امشب عبادت کنید، بشینید و استغفار و توبه، دعا و زاری، تلاوت و عمل خیر انجام بدید. الله تعالی من و شما را توفیق از مجالس بیهوده دوری بکنید. دنیا بعد هست و من و شما هستیم با دنیا، ولی این شب‌های استثنایی و فرصت زیبا از دست ما نرفت.